تمرین بعدی که با هم دیگه میخوایم انجام بدیم روی تصنیف بوی گل ریحان‌های آقای افتخاری هست که باز هم در متر معیار 6/8 اجرا میشه، با این تفاوت که این بار سرعت قطعه در حال افزایش است. یعنی اگر با سرعت مترونومی 60-70 شروع میشه، کم کم افزایش پیدا میکنه به 100 و حتی بیشتر میرسه. موقع شمردن این تصنیف مدام باید حواستون به این باشه که میزانها، اندازه میزانهاتون داره کوچیک میشه و سرعت قطعه افزایش پیدا میکنه. سر ضرب این بار با سختی بیشتری کنترل میشه و حفظ سرعت مقداری سخت‌تره، اما با شمارش باز هم پیدا میشه و مورد خاصی نخواهیم داشت. با هم دیگه بار اول میشماریم تصنیف رو، سر ضرب رو پیدا میکنیم و بار دوم اجراش خواهیم. وقتی دل صدایی میبرد باستان‌ها بیخیشتنم کردی بود گل ریحان‌ها بود گل ریحان‌ها وقتی دل صدایی میبرد باستان‌ها بیخیشتنم کردی بیخیشتنم کردی بود گل ریحان‌ها بود گل ریحان‌ها اما حالا سر ضرب رو پیدا کردیم، سرعت رو هم سنجیدیم، حالا جمله اصلی رو اجرا کنیم. وقتی دل صدایی میبرد به باستان‌ها بیخیشتنم کردی بود گل ریحان‌ها بود گل ریحان‌ها وقتی دل صدایی میبرد به باستان‌ها بیخیشتنم کردی بیخیشتنم کردی بود گل ریحان‌ها بود گل ریحان‌ها تا خار غم عشقت آویخته بر دامن کوته نظری باشد رفتن به گلستان